بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از کتاب سه اصل یا که اصل‌های سگانه که مؤلف آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سلیمان بن علی است رحمه الله تعالی. و درس ما امروز آغاز می شود از آنجا که شیخ الاسلام می فرماید و اذا قیل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. شیخ الاسلام می‌فرماید و اذا قیل لك بما عرفت ربك، و چون تو را گویند پروردگارت را با چی شناختی، و چون تو را گویند پروردگارت را با چی شناختی، فقل بآیاته و مخلوقاته، پس بگو با آیاتها و مخلوقاتش. یعنی آیات گفتن نشانه رو میگن که به وجود الله سبحانه و تعالی دلالت میکنه. و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر و من مخلوقاته السماوات السبع و الارضون السبع و من فیهن و ما بینهما. و از جمله آیاتهایش شب است و روز و آفتاب و ماهتاب، و از جمله مخلوقاتش 7 آسمان و 7 زمین و هر کسانی که در آنهاست و آنچه که در میان این دو است، یعنی بین زمین و آسمان هم با دیگه مخلوقاتی هستند. همین ها چی؟ مخلوقاتی هستند که دلالت به وجود الله حق سبحانه و تعالی میکنند. هر آیت مخلوق می شود و هر مخلوق آیت نمی شود. برای چی؟ زیرا اینکه آیت دو خیل می شود. آیت دو خیل می شود. آیاتی کونی می شود، یعنی که مانند که ذکر میکنه که شب و روز، اینها آیات، آفتاب و ماهتاب، اینها مخلوق هستند. با آیات هست که آیاتی وحی قرآنی، اینها مخلوق نمی شود. شیخ می فرماد و دلیل قوله تعالی و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. یک تا دلیلش گیریم کفایت میکنه ان شاء الله. دلیل سخنی او تعالی است و از نشانه های او، یعنی از نشانه های الله سبحانه و تعالی شب و روز و آفتاب و ماه است. با آفتاب و ماه سجده مکنید و به الله ذاتی که آنها را آفریده است سجده بکنید اگر شما او را عبادت میکرده باشید. این سوره فصلت آیه 37. به همین یعنی کفایت میکنیم. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.